بر پشت بام‌های ایران از سوی مردمی بلند شد و فریاد زده شد که با نظام الله اکبری در ایران مخالف بودند و هستند. یعنی درست در همون شب‌هایی که بسیارانی از مردم ایران بر پشت بام‌ها شعار الله اکبر میدادند، داشتند با الله حکومتی مقابله میکردند و در همون زمان پاسدارها و بسیجیها و شکنجهگرها با شعار الله اکبر بخشای از این ایرانی ها رو که دستگیر کرده بودند در کهریزک و در اوین و در جای دیگر شکنجه میدادند. واژه خدا بزرگترین واژه هرمنوتیکی، یعنی تأویل پذیر و تفسیر پذیر، در طول تمام تاریخ بوده و هنوز هم هست. حتی بی خدای همچون من در شعرهایش از خدا سخن میگوید، البته با برداشت دیگر و معنای دیگر. خدا مردم ایران را دچار انشعاب کرده است، تکه پاره کرده است، یعنی در واقع خودش تکه پاره شده. حالا همه اینا رو که من میگم، واژه خدا، پیشتر هم در برنامه‌های دیگر در این باره سخن گفتم. من تعریف ویژه خودم رو دارم از واژه خدا. من بر این باورم که وجدان هر کسی خدای اوست، خرد و آگاهی هر کسی خدای اوست. کسی که بی وجدان است بی خدا هم هست، حتی اگر دم از الله بزند. کسی که اندکی وجدان دارد و اندکی خرد دارد و اندکی دانایی دارد، خدای او هم اندکی خردمند است، اندکی آگاه است. کسی که بیشتر خرد می‌ورزد، بیشتر می‌اندیشد و خودش رو عضوی از جامعه می‌داند و جامعه رو همچون خانواده خودش می‌داند، دارای وجدان برتری است، دارای وجدان ارزشمندتر و انسانی‌تری است. پس خدای درون او انسانی‌تر و ارزشمندتر است. حالا شاید شما بگویید خب ما که حس مشترک ملی بودنمون رو به خاطر پاره پاره شدن خدا در بین اقشار اجتماعی از دست داده ایم، آیا بهتر نیست که بیاییم به یک خدای واحد برسیم و دوباره به یک حس ملی مشترک برسیم؟ چون تا مادامی که ما یک حس مشترک ملی پیدا نکنیم، نمیتوانیم از فراسوی سنت گام به پهنه مدرنیته بگذاریم. نمیتوانیم از بقایای توحش دینی رها شویم و وارد تمدن انسانی، تمدن جهانی شویم. همین عدم تحمل، عدم مدارا بین احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران نشانه از پاره شدگی حس ملی است. خب ما باید به یک حس ملی مشترک برسیم تا به عنوان یک ملت بتوانیم در جهان حضور داشته باشیم. اما چه کنیم که یکی از موانع بزرگ بر سر راه این ایجاد حس مشترک ملی همین خداست. البته این یکی از دلایلش. ممکن است بگوییم خب پس بیایید با هم متحد شویم، بر سر یک خدا با هم توافق کنیم، شاید اون حس ملی مشترک رو بازیابیم و بتونیم باش حرکت بکنیم. اما کار به این سادگی نیست. نگاهی بکنید به زندگی احزاب سیاسی در ایران. وقتی منشعب میشوند
دشمن هم می شود. تا به اکنون اتفاق نیفتاده یا من سراغ ندارم که یک حزب یا سازمان سیاسی یا عقیدتی، یک فرقه عقیدتی در ایران انشعاب کند و بعد دوباره به هم بپیوندد. بهائیت از تشیع انشعاب می کند و هم نمی پیوندد. خب یکی را می کشد. آنی که برتری سیاسی نظامی و حکومتی داره گروه بعدی رو میزنه. شیعه از سنی جدا می شود، انشعاب می کند و دیگه هرگز بهش بر نمیگرد. جنگ بین شیعه و سنی به وجود میاد. در بین شیعیان 72 فرقه به وجود می آید. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدن. حقیقت اینجا از نظر حافظ باز هم همون خداست، همون وجدان عام است. این 72 فرقه با هم جنگیدند، همدیگر رو کشتند. پدر پسر رو کشت، برادر خواهر رو کشت، پسر عمو دختر عمو رو کشت، برای اینکه تفسیر ویژه خود رو از موجود و مفهومی موجود که چه عرض کنم از مفهومی به نام خدا داشتن. پس نمی شود با برگشت به منشأ دین، یعنی الله یا خدا یا اهورامزدا، به وحدت ملی رسید و از اونجا به اون حس مشترک ملی دست یافت. حالا موضوع رو از زاویه دیگری نگاه کنم. گفتم که بین فرقه های گوناگون و ادیان گوناگون خدا دارای مفاهیمی گوناگون است. جلوتر میروم و میگویم بین انسانها از آدمی تا آدمی دیگر خدا متفاوت است. یعنی وقتی که من در خانواده خودم میگویم خدا نگهدار، این فرق میکنه با زمانی که مادر من، عمه من، عموی من از واژه خدا بهره میگیره. او حتما مفهوم دیگری از خدا در ذهن داره، همان گونه که من مفهوم دیگری در ذهن دارم. برای اینکه ما از اون سرمنشئی که مایه انشقاق و انشعاب ملی انسانی و بشری شده بگذریم، باید خدای عام را فردیش کنیم. به این معنا که خدا رو از صحنه قدرت دینی، اجتماعی و سیاسی حذف کنیم و فردیش کنیم. یعنی هر کس در درون خودش خدای خودش رو داشته باشه، یعنی همون وجدان بشری خودش رو داشته باشه و این وجدان رو پرورش بدیم در خودمون، صیقلش بدیم، رشدش بدیم تا مجموعه‌ای یا آمیزه‌ای باشد از خرد، انسانگرایی، دانایی و مهرورزی. هرچه انسان‌ها خردمندتر شوند، داناتر شوند، مهربانتر شوند، آگاهتر شوند، خدای درون اونها به همون نسبت لطیفتر است و زیباتر است و انسانیتر است و خردمندتر. به نام خداوند جان و خرد، که از او برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند جان و خرد در واقع خود جان است و خرد. چرا؟ اگر ما یک موجود زنده رو، یک انسان رو در نظر بگیریم،